دیگه غم نمیتی سخن هم دارویی که گفتم مقصد استعمال کرده استی هیچ غم ندارم این باسپالینی های دارویی که گفتم اگر همین استعمال کردم یه روزانه که 2 بار فهمیدی ساعت ساعت‌های 10 ساعت‌های 4 همون استفاده بردم بگی ساز میشی خنه گرفتگی کمترک تمام حالا بای خیلی تمام که پوش با ما آدم ما آدم رو قبول کنم حالا بای که گوش میکنم اوی رقم خانه رو بگو 22 فهم نویستم رقم های تلفن تو نکه 918 چی دکه من میام اینمی تخمین نیم ساعت پس کم ترک کار دارم کارم بود میکنم نیم ساعت پس میام اکا مایل باشه مایل خوب اکا خوب او کیه که او بیو مرمت بیو خوب سلام ساز تینجی یکون شکایت داشتین یکون عرض داشتین خوب گوش میکنم من کم در پسر چیزی نتاختم کام طرف بیشتر بیام آکر ای خدا او کام طرف او خونه خورده همین سوهایم خوغاز رو زیاده دورو منویسم اپتک برای اپتک بگی اپتک بگی و چی کن یا 3 روز استعمال کن سوز میشی خوب مالش رحمت خوب مالش بیمار چی بود؟ بوی خودر بوی منجا خوب بود یا خبر بگیم شن خودر بوی بوی خودر بوی بیا دختره ساز بوی خودر بوی بیا شما بیا ساز تیج بهتر شدی اخری بیا شما سلامتی داخل سازی دختر جون تیجی رحمت ساز تیج میشه خود سازی آخه تیجی شکر میشه تو هیچ بهتر شدی خیلی کم همین سلامتی خیلی علامتی پیری داخل مامان غم نمیتره نه مامان خانه دا اخی کجا مرا غم میتره هیچ بهتر شدی خدا باش شکر میشه هم داروهایی که گفتم گو آخی سری محل استفاده برده سی استعمال کرده سی سری محل دارو رو بگی اوه غمت گیر وای ایدالا خوردم که بو چو کرد یا دکتر جان آخه بیا دارو رو خیلی خوردنش آخه خواهدن درست کردم بیره آخه نمیشه آخه دارو رو خورد آخه اوه کدام داروهایی که من بفهمون را آخه نمی تایسترم نه آخه نمی دارو آخه نمی سیویچا بگم چی بگم آخه